ببینید چی آوردم براتون. درود به همه دوستان عزیز. ببینید چی آوردم براتون. زیرش زده مدین یو اس ام. قدس آخه میگن اعلیحضرت با این میرفته پروژه دشت قزوین رو افتتاح میکرده. اعلیحضرت؟ آره. چرا اینجوری میکنی؟ چرا اینجوری میکنی؟ دستمال لحظاتی شو. ای راست میگی. ماهی تنمو نگاه کن. مال منم سیخ شد نگاه. نه من بور شده. برم ذره الکل بیارم. نه من نیستم اصلا الکل دوست نداشتم. من از اول آخر نیستم. برم بیارم دستمون رو ضد عفونی کنیم. برو یه تبرم بیار. اگه نشد کلا قطع کنیم. برو. باشه دست نزنم. بریم برنامه رو شروع کنیم. خب اینجا رو داشتین. از اینجا به بعدش ببینیم. 10 بار گو خوردم. اسم فامیلی تو بگو. اسم فامیلی تو بگو. برای اینکه به زن و بچه‌ت فوش شدم گو خوردم. آقا بیا بابک بردار بیا. سربالا جواب نده. چیزایی که گفتی و مرور کن برای اونا بگو گو خوردم. 10 بار بگو گو خوردم. بگو گو خوردم میگم. 10 بار. اسم فامیلی دیدید چه جالب بود؟ دوست داری بازم بگیم یا بازم بی احترامی میکنی؟ بازم میای بلبل دراز. مراقب خودتون باشید. عزیزان سیاه زیادن. پیروز باد تمام ملت ایران.